بعد تو خجالت میکشی بیا جلو دوربین. تو دیفالت 1 میلیون طرفدار داری، تو سلیقه حداقل 1 میلیون آدمی بین 8 میلیارد آدم. فکر کن تو یک فضایی به نام اینستاگرام تو قراره بالای 1-2 میلیون تو رو ببینن، بالای 1-2 میلیون از تو خوششون بیاد، بگن تو باحالی، بگن تو بامزه‌ای، بگن تو خوشگلی. دقیقاً همینا رو برعکسش داشتن دوستات بهت میگفتن. خجالت میکشی بیا جلو دوربین. مشکلت اینه که تو خجالت میکشی بیا جلو دوربین که یک سری آدم تو رو ببینن که احتمالاً اونا دوستات یا خانواده یا فامیلن. تقصیر تو نیست، نخورده تو ذوقت، باید بخوره تو ذوقت. روالش اصلا همینه، مسخرت کنن، باید مسخرت کنن. با دلیلش اینه که فکر میکنن تو رو میتونن متوقف کنن. رودخونه رو با یه سنگ میشه متوقف کرد، یک جریان رو میشه با همچین کاری متوقف کرد؟ نه. به خدا قسم اگر ادامه بدی به 5-6 ماه نکشیده میان میگن چیکار کردی میلیونی اول گرفتی. تو هنوز لذت اون میلیونیه رو ندیدی، نچشیدی که ببینی چه حالی میده. به خدا انقدر اولین ویو میلیونیت انقدر حال میده، بیا جلو دور